به نام خدا، مستر پی هستم. با یک بخش جذاب دیگه در خدمت شما هستیم. در این بخش قرار نحوه پرواز اجرایی با نرم افزار DJI فلای با کمک دستگاه مویک 3 رو مرور کنیم. برای این کار ابتدا وارد نرم افزار DJI فلای میشیم و خب همه تجهیزاتمون آماده هستش. گزینه گو فلای رو میزنیم. در قسمت گو فلای صفحه اول مشاهده میکنید مودهای مختلفی برای کار با دستگاه وجود داره که در حال حاضر من مود دستگاه رو نرمال میذارم. مود سینمایی یک مود بسیار نرم هست، مود نرمال یک مقدار تیزتر، مود اسپورت هم که دستگاه کلا پرواز میکنه، انقدر سریع حرکت میکنه. وارد قسمت تنظیمات دستگاه میشیم. از این قسمت نحوه برخورد سنسورهامون با موانع رو مشاهده میکنیم که چجوری این رفتار نشون بده، مانع رو رد کنه، رد نکنه، به چه صورت هستش. میزان ارتفاعی که دستگاه از زمین میگیره ماکسیمم آلتیتیود 127 متر، ارتفاع برگشت به خانه 20 متر، ماکسیمم دیستنس لیمیتی نداره، محدودیتی نداره، تنظیمات همه اوکی هستن، هیچ مشکلی نداره. وارد قسمت کنترل میشیم. گیمبال مود دوباره مثل نرم افزار DJI Go4 دو مود فالو مود و FPV مود رو داره، بهتون نمایش میدم که به چه صورت هست. قسمت کامرا تنظیمات مربوط به تصویر رو داریم. ترانسمیشن ارتباط رادیویی و اباوت هم در مورد خود دستگاه هستش. برای این کار در ابتدا من تنظیمات مربوط به دوربین رو توضیح میدم. با زدن این آیکون از حالت اوتو به حالت پرو در میاد تنظیماتمون و مجدد رو حالت اوتو میذارم و قسمت های عملی دستگاه مثل نحوه استیک زدن، هر استیک چی کار میکنه و چه رفتاری نشون میده، در کلیه محصولات DJI یکی هستش. اگر نیاز دارید که اون بخش رو یاد بگیرید، بهتره که بخش خلبانی نرم افزار DJI Go4 رو تهیه کنید و اون بخش هایی که نیاز هست رو ببینید. چیزی که متمایز هست نسبت به نرم افزار DJI Go4 بحث مودهای خاص پروازی DJI فلای هستش. من برای این کار در این بخش صرفاً در مورد اینتلیجنت مودها با شما صحبت میکنم و نحوه استفاده از اونها. استیکاش هم که کاملا شبیه به دستگاه دیگه هستش. من واسه اینکه پرندم پرواز سیفتری رو داشته باشه رو حالت سینما میذارم. پروازش رو 66% همباتری دارم. به این صورت یک طبیعت زیبا در پشت سر. وارد تنظیمات مستر شات و کویک شاتش میشیم. با زدن این آیکون میبینید تنظیمات مختلف داره: فوتو، ویدیو، مستر شات، کویک شات و هایپر لپس. خب فوتو رو که بزنید سینگل فوتو داره و ارزم به حضور تایم شات داره و AEW، این ستا رو داره. حالا میتونید ازش استفاده کنید. ویدیو رو بزنید، دوربین شما تصویر رو، ویدیوتون رو ذخیره میکنه. بخش بعد مربوط به مستر شات هست. برای مستر شات با زدن گزینه مستر شات برای شما یک آیکونی فراهم میشه. این آیکون رو اگر دقت کنید نحوه عملکرد مستر شات رو داره به شما نمایش میده. برای اینکه ازش استفاده کنیم و مطلع بشیم که به چه صورت هست، ابتدا باید یک سوژه ای رو انتخاب کنیم. من دستگاه رو تو یک فاصله میبرم که من رو به عنوان یک تک سوژه در نظر بگیره. این گزینه این یک مقدار بالا میبرم، آیکون به علاوه رو میزنم، به این صورت انتخاب میکنم. با زدن آیکون میگه استیمیت فلایت تایم 2 دقیقه. با زدن گزینه استارت این مراحل به طور اتومات انجام میشه. دستگاه به این صورت حرکت میکنه، به سمت عقب میره، از من دور میشه. بله،
دور سوژه که ما هستیم میچرخه. تا کنید هم اینتلیجنت مود سیرکل رو داره، هم الان پیچ اپ فلای فوروارد رو داره، به سمت جلو میاد و رو من بله به من نزدیک میشه. هر موقع که شما احتیاج داشته باشید با زدن گزینه ضبط در این اینتلیجنت مود یا این مستر شات شما کنسل میشه. برای تنظیمات مربوط به مستر شات من ارتفاع دستگاه رو پایین میارم نزدیک خودم. در قسمت مستر شات من این مستر رو میزنم، این گزینه رو هم میزنم، سوژه رو انتخاب میکنم. بعد اینکه سوژه انتخاب شد با زدن این گزینه یک سری تنظیمات برای من میاره. من الان عرضم به حضورتون که تنظیمات مدیومم رو واید، لنگس و ارتفاع، یعنی عرض کار من مدیومه، من این رو اسمال میکنم، این رو میزنم. لنگسی که از من دور میشه رو اسمال میکنم و ارتفاع رو هم اسمال میکنم و اینها رو انتخاب میکنم. الان خب اسمال هستش، مجدد میگم این کار رو انجام بده. به این صورت از من ارتفاع میگیره و دور میشه. ارتفاع زیادی از من دور نمیشه. دیستانس 40 و دیستانس هولوشه 57 متر. سیرکل میزنه. پیچ اپ فلای فوروارد میزنه. هر جا بخواید خب ضبط در رو میزنه. تا الان 31% مراحل مستر شات رو انجام داده، نزدیک به من میشه. دور سوژه به این صورت میچرخه و خودش زوم میکنه. خب این قابلیتایی که اگر خودمون بخوایم انجام بدیم به سختی میشه انجامش داد، ولی اگر توجه کنید در این مود یک مقدار دوربین نسبت به سوژه دقیق نیستش. یعنی سوژه من بودم، الان تغییر داده، این قسمت روی زمین هستش و خب از دقیق بودن این موضوع کم میکنه. 64% به این صورت به من نزدیک میشه. راکت رو انجام میده، به این صورت به سمت بالا میره. یعنی تمامی مودهای دیجی گو 4 که تک به تک انجام میشد این همه رو با هم انجام میده. هر تیکش رو خواستید شما استفاده کنید. %67 و گزینه بعدی اینکه روی طبیعت و بعد از اون به سمت بالا به سمت پایین کم کم دور میره، کامرا و در آخر کامرا داون میکنه و دیسندینگ میکنه. به این صورت این کار انجام میده و برمیگرده همون جایی که بوده. ریترنینگ میکنه. اینجا ریترنینگ رو داریم میبینیم و بعد از اون این مستر شات رو به ما نمایش میده. اگر دقت کنید به این صورت داره به ما این رو نمایش میده. بسیار جذاب هستش. یه مقدار نرم افزار DJI فلای ضعیف هستش، یه مقدار کند هستش. و در آخر کویک شات رو داریم که هنوز نیومده و قسمت هایپر لپس که گزینه فلای و سیرکل و
کورس لاک و گزینه وی پوینت رو داریم. اینها بر اساس مسیری که ما براشون تعریف میکنیم هر 2 ثانیه یا 3 ثانیه هر مسافت و هر سرعتی که بخوایم برای ما شات میزنن و اون شات رو میتونیم داشته باشیم. زیباترین قسمت این پروژه مستر شات بود. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم که این مطالب مفید باشه. خیلی ممنون از توجه شما. خدا نگهدار. قسمت بعد اگزیلیری LED یا LED کمکی هسته. شما میتونید رو حالت اتو بذارید، آن بذارید و آف بذارید. در حالت اتو اگر نور کافی در محیط نباشه LED قسمت زیرین دستگاه که به عنوان LED کمکی هست روشن میشه. 2 تا LED خیلی کوچیک و جذاب هستش. رو حالت آن بذارید درجا روشن میشه، آف هم هیچ وقت روشن نمیشه. ولی الان که من رو آن گذاشتم روشن نمیشه. دلیلش چیه؟ من میذارم یه بار دیگه روش نگاه کنید. رو اتوه، روی آن میذارم نوشته تی نوشته turns on after take off. خب در حال حاضر چون دستگاه ما پرواز نکرده و تیک آف نکرده و تو آسمون نیست روشن نمیشه این LED ها. قسمت بعد aircraft front arm LEDs. این 2 تا LED جلو نگاه میکنید به رنگ قرمز هست. شما میتونید رو حالت اتو بذارید، میتونید رو حالت آن بذارید. اتو آنش چیه؟ در حال حاضر که آنه، آف نداره، یعنی کاملا روشنه. اتو میگه زمانی که دستگاه من، ایرکرافت من میخواد تصویری رو ثبت کنه یا ویدیویی رو ضبط کنه، این LED ها خاموش میشن و بعد اینکه کارش تمام شد مجدد روشن میشن. یک بار تست میکنیم. الان رو حالت اتو گذاشتم، LED ها روشنه، میزنم این رو، LED ها خاموش میشه، فیلم در حال ضبط هست. موقعی که تموم میشه دوباره این LED ها روشن میشه. برای کسایی که میخوان تو شب تصویر برداری کنن و احتمال داره این نور قرمز تصویرشون رو خراب کنه، گزینه اتو مناسب هست. در قسمت بعد آنلاک جو زون رو داریم. در مواقع پیش میاد که دستگاه شما نیاز داره در مناطق نوفلای زون، پرواز ممنوع، که 3 بخش مختلف داره. قسمت حالا بخش اصلیش که میشه همون فرودگاه و مناطق امنیتی که اعلام شده به کمپانی DJI. قسمت بعدی میشه یک لول دورتر و قسمت بعدی یک لول دورتر از لول دوم. در این 3 بخش که به رنگ قرمز و آبی و زرد هست شما امکان پرواز ندارید، باید اجازه بگیرید. در بخش اصلی که شما باید مدارکتون رو ارسال کنید به کمپانی DJI و بر اساس حالا شرایطی که دارید شاید به شما اجازه پرواز بدن. همون مناطق مثل فرودگاه هستش. مناطق دوم و سوم صرفاً بعد از اینکه شما استیکاتون رو به سمت داخل بردید و استارت دادید دستگاه روشن نمیشه و یک آلارمی به شما میده، میگه در منطقه نوفلای زون هستی و اجازه پرواز من ندارم. در اون حالت شما چیکار میکنید؟ یک بخشی برای شما باز میشه، شماره تلفنتون رو وارد میکنید، یک SMS به شماره تلفنتون میاد، اون کدی که داخل SMS هست رو در این نرم افزار وارد میکنید و قفل دستگاهتون باز میشه. مثل دوستانی که چند سال پیش در اطراف تهران یک سری حیات بود میخواستن تصویر برداری کنن، خیلی از تصویربردارا نمیدونستن این موضوع رو، ولی با انجام این کاری که بهتون گفتم شما میتونید قفل دستگاهتون رو باز کنید. در این بخش در مواردی که اکانت شما آنلاک شده یا ایرکرافت شما آنلاک شده رو نمایش میده. قسمت بعد فایند مای درون. در زمانی که دستگاه شما به هر دلیلی گم بشه، آخرین لوکیشنی که دستگاهتون ارتباط رادیویی داشته با رادیو کنترلتون رو به شما نمایش میده. این در مواقعی که دستگاهتون رو کرش کردید و دنبالش هستید اصلا نوشته فایند مای درون، یعنی پیدا کردن درون من. با زدن اون آخرین لوکیشن رو اینجا به شما نمایش میده و میتونید برید دنبال دستگاه بگردید. در این قسمت اگر دقت کنید من فایند مای درون رو میزنم، 2 تا گزینه وجود، یکی یوز آدر مپ که حالا اوکی. قسمت بعدی نوشته استارت فلاشینگ اند بیپینگ، من این رو میزنم. نگاه کنید اگر دستگاهتون گم شده باشه، ولی یعنی شما چشمی نمیبینید دستگاه رو ولی داخل نرم افزار میبینید،
به عنوان مثلا داخل بوته ها و درخت ها افتاده، جلوی دوربینش بسته است، نمیبینید جلوش چه خبره. این یک. دو، انقدر کوچیک هستش که نمیتونید پیداش کنید، یعنی کاملا محصور شده با عوارض. شما با زدن این گزینه Start Flashing and Beeping دستگاهتون شروع میکنه استارت زدن، چشمک میزنه، کلا کارهای جذابی انجام میده که شما بتونید به راحتی دستگاهتون رو پیدا کنید. استاپ میکنم، برمیگردم. در قسمت Advanced Safety Setting چند تا گزینه وجود داره. Signal Loss، این گزینه به این معنیه که زمانی که دستگاه شما ارتباط رادیوییش قطع بشه، یعنی رادیو کنترل و ایرکرافتتون هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، ارتباطش قطع بشه، دستگاه شما چه واکنشی از خودش نشون بده؟ RTH یعنی برگرده به خونه، Return to Home کنه، یا دیسندینگ کنه همونجا بشینه، یا هاور کنه همونجا وایسه. اینا بهترین گزینهش که خب Return to Home است، برگرده به خانه. بدترینش حالا با توجه به شرایط شما تصمیم میگیرید چی بد هست، ولی بدترین گزینهش دیسندینگ یا همون لندینگ در همون لحظه هست. چرا بده؟ چون شما که نمیدونید دستگاه کجا داره میشینه، احتمال داره رو جای اشتباهی بشینه، رو بوته‌ای بشینه، تو سطح شیبداری بشینه و بعد از اون شروع به غلطیدن بکنه و دوباره به دستگاهتون آسیب وارد بشه. گزینه هاور هم زمانی استفاده میشه میگه آقا دستگاه همونجا بمونه، من با رادیو کنترل تو منطقه میچرخم و بهش نزدیک میشم، دوباره ارتباط رادیویی برقرار بشه و بتونم مابقی کارم رو انجام بدم. پس 3 تا گزینه مختلف برای سیگنال لاس شما دارید. گزینه بعد Emergency Propeller Stop هستش. نگاه کنید Emergency Only داره، Anytime هم داره. این خب بهتون توضیح میدم چیه. این گزینه رو خیلی با احتیاط استفاده کنید. گفته به سمت داخل دوتاشو بگیرید یا به سمت بیرون، این اتفاق میفته. حالا من اتفاقاشو کامل توضیح میدم بهتون. در مواردی پیش میاد که شما احتیاج دارید در زمان پرواز، یعنی حین پرواز، دستگاهتون رو کامل خاموش کنید، ارتفاع کم نکنید، در همون لحظه 4 تا موتور رو خاموش کنید. در اون لحظه شما با گرفتن این 2 تا استیک به سمت داخل یا به سمت بیرون این کار رو انجام میدید. الان چون دستگاه من خاموش بود، خب این دستور روشن کردن هستش، ولی اگر در حین پرواز باشه با انجام این استیک ها، با قرار دادن این استیک ها در این حالت، شما میتونید دستگاهتون رو در همون لحظه دستگاهتون رو خاموش کنید. یکی از دلایلی که احتیاج دارید در همون لحظه موتوراتون خاموش بشه اینه که به هر دلیلی دستگاه شما از کنترلتون خارج شده و داره سمت شخصی میره، یعنی جون یک انسانی رو داره به خطر میندازه. در اون لحظه شما با انجام این کار دستگاهتون رو خاموش میکنید، مثل یه تیکه سنگ میفته. درست؟ این تا اینجا قضیه. ولی اون دلیلی که بیشتر دوستان ازش استفاده میکنن، امکان داره در حین پرواز به هر دلیلی حواستون نباشه و دستگاهتون بره داخل درختی، بوته‌ای، فنسی، به یه جایی گیر کنه از یه پایه، حالا هر کدوم از این پایه جلو، عقب یا از هر چند پایه، داخل دار و درخت گیر کنه. در اون لحظه چون دستگاه شما کج هست، موتورهای دیگه با دور موتور بیشتری حرکت میکنن و میخوان دستگاه رو صاف کنن، ولی ما که میدونیم دستگاه داخل یک جای گیر افتاده و فایده نداره این کار صرفاً به دستگاه، پره ها، موتور و سایر قطعاتش آسیب میرسونه. در اون لحظه با انجام این کار، چون میدونیم دستگاهمون یه جا گیر کرده و نمیفته، با انجام این کار موتورها رو خاموش میکنیم. حالا با استفاده از هر وسیله میریم دستگاهمون رو از لای موانع در میاریم. خیلی با احتیاط این کار رو استفاده کنید. بعضی از دوستان هستن موقع نشوندن دستگاه هم این کار رو انجام میدن. این کار در نرم افزار DJI Fly خیلی خطرناکه. نرم افزار DJI Go 4 این Emergency Propeller Stop رو به یک صورت دیگه انجام میداد، ولی این خب خیلی دم دستره و خطرناکه. قسمت بعد گزینه Air Sense هستش. با روشن کردن این گزینه، لوکیشن و وضعیت دستگاهتون رو، یعنی الان من دارم اینجا پرواز میکنم رو به سایت DJI منتقل میکنید.
و اگر کس دیگه ای هم تو منطقه در حال پرواز باشه شما رو میبینه و اگر اون شخص هم گزینه ایرسینسش روشن باشه شما هم میبینید اون تو این منطقه داره پرواز میکنه. این برای مواقعیه که شاید یک سری پیستای تفریحی وجود داشته باشه و همه دارن با هم پرواز میکنن، همه دستگاه ها از وضعیت همدیگه مطلع میشن تا پرواز سیفی رو داشته باشن. برای آموزش نرم افزار DJI Fly من میتونم از جزئیات، یعنی از هر آیکونی که میبینم با جزئیات به شما توضیح بدم، ولی این کار اشتباهه. من ابتداً صفحه اول رو به طور تیتروار توضیح میدم و بعد از اون وارد تنظیمات جزئی نرم افزار DJI Fly میشم. خب مواردی که در صفحه مشاهده میکنیم چی است؟ در قسمت چپ بالا در این قسمت ان مود یا مود پروازی پرنده داره. ایرکرافت ما 3 مود پروازی داره: مدل پروازی سینما، نورمال و اسپورت. نورمال، سینما و اسپورت. اینجا داره مود پروازی رو به ما نمایش میده. در قسمت بعد نوشته GPS سیگنال ویک یا کیفیت سیگنال های GPS ضعیف است. به رنگ زرد یا نارنجی در اومده، به این معنی که احتیاط کن. و ماکسیموم آلتیتیود رو 30 متر گذاشته. یعنی چی؟ یعنی چون GPS دستگاه نتونسته ماهواره کافی رو پیدا کنه، ما رو محدود به ارتفاع 30 متر کرده تا بتونیم پرواز سیفی رو داشته باشیم. دلیل این کار این هستش که در حال حاضر من در فضای بسته دارم این موارد رو به شما توضیح میدم و GPS نداریم. اینجا فضا بسته است، این دور GPS نداریم. اگر بخوایم این حالت از بین بره باید مودمون رو تغییر بدیم و یا اینکه کلا نمیذاره این کار رو انجام بدیم، بیشتر از 30 متر نمیذاره ما بالا بریم. با زدن آیکونی که نوشته GPS سیگنال ویک یک صفحه‌ای برای ما باز میشه به نام پری فلایت چک، یعنی چک قبل از پرواز. در این صفحه چه مواردی وجود داره؟ اول اینجا سمت راست نوشته فلایت ویت کوشن، به این معنی که با احتیاط پرواز کنید. اوکی، خب دلیلش هم به خاطر GPS سیگنال ویکمون هستش. بخش بعدی هم Aircraft Not in Flight نوشته Vision System and Obstacle Sensing Unavailable، به این معنی که به دلیل اینکه در فضای بسته هستیم و در فاصله خیلی کمی از دستگاه عوارضی وجود داره، اشیایی وجود داره و سنسور این رو داره دیتکت میکنه، شناسایی میکنه، میگه اجازه نمیدن پرواز کنه. پس به دو دلیلی که به رنگ نارنجی اینجا با دایره های نارنجی به شما نمایش داده میگه Flight with Caution، با احتیاط پرواز کنید. در قسمت پایین RTH Altitude یا Return to Home Altitude، ارتفاع بازگشت به خانه. از اینجا میتونید ارتفاع بازگشت به خانه رو از 20 متر تا 127 متر که همون بیشترین ارتفاع مجازیه که در حال حاضر برای پرواز در نظر گرفتیم تنظیم کنیم. من ماکسیموم آلتیتیودش رو همون 500 متری که میشه در نظر میگیرم و ریترن تو هومش هم میتونیم تا 500 متر تنظیم کنیم. گزینه بعد گزینه فلایت پروتکشن هستش. اولین گزینهش ماکسیموم آلتیتیود هست، به این معنی که بیشترین ارتفاع مجازی که این دستگاه از نظر کاربر میتونه پرواز کنه چه عددیه؟ یعنی چی؟ یعنی شما احتمال داره یه جایی برید واسه پرواز به شما مجوز تا 100 متر رو داده باشن. خب بهتره که برای این کار شما این رو همین ابتدای کار روی 100 متر تنظیم کنید که اگر غرق در تصویر شدید و دارید یک تصویر جذابی رو برای حالا اون کارفرما تهیه میکنید، حواستون باشه بیشتر از 100 متر نرید. اگر این عدد روی 100 متر باشد دستگاه شما با دستور شما بیشتر از 100 متر نمیره، برسه به 100 متر یک سری بوق میزنن میگه ماکسیمم آلتیتیود و بیشتر از اون ارتفاع نمیره. در کل شما میتونید این عدد رو هر عددی که دلتون میخواد بذارید. گزینه بعد ماکسیمم دیستنس یا بیشترین فاصله ای که اجازه میده کاربر دستگاه ازش دور شه. این عدد از 20 متر
تا گزینه قبل نات لیمیتد تا 8 کیلومتر قابل تنظیمه و بعد از اون یکم بیشتر این خط رو بکشیم به گزینه نات لیمیت، یعنی بدون محدودیت میرسیم، نو لیمیت ببخشید. و در قسمت آخر نوشته استوریج لوکیشن. جلوش نکنید اینجا استوریج لوکیشن، جلوش گزینه فرمت وجود داره. با زدن اون گزینه شما میتونید SD کارتتون چه اینترنال و چه اکسترنال رو فرمت کنید. با زدن این گزینه نکنید نوشته اینترنال استوریج، جلوش تیک آورده. اگر اکسترنال استوریج یا میکرو SD هم داشتیم تیک اون رو هم می آورد. با زدن هر کدوم از این تیک ها و اعمال گزینه فرمت شما میتونستید اون رو فرمتش کنید. بله فرمت کردم. در قسمت پایین تر یک قسمت SD کارت داریم به رنگ خاکستری در اومده، به این معنی که هنوز SD کارت وجود نداره. من رنگش رو خاکستری گذاشتم و زیرش هم نمیشه نو SD کارت، وضعیت SD کارت رو نمایش میده. و در قسمت راست اینترنال استوریج رنگش سفیده، یعنی وجود دارد و میزان حافظه‌ای که میشه ازش استفاده کردم 7.9 گیگابایت، یعنی 8 گیگ حافظه داخلی داره که 7.9 برای کاربر قابل استفاده هستش. برای اینکه بخوایم از این صفحه خارج شیم با تاچ کردن هر جایی به غیر از این پری فلایت چک شما میتونید از این صفحه خارج شید. بعد از اینکه از این صفحه خارج شدیم در قسمت بالای نرم افزار یک سری آیکون وجود داره. اولین آیکون که به رنگ سبز هست و یه عددی نوشته، آیکون درصد ایرکرافت شما رو داره نمایش میده. در قسمت پایینمون با زدن این گزینه آیکون درصد باتری یک صفحه برای شما باز میشه. 3 تا بخش مختلف داره و 3 تا تایم داره به شما نمایش میده. اولین تایمیه که موقعی که دستگاه شما پرواز کرده و تو آسمون هست، این عدد میزان زمانی که دستگاه احتیاج داره تا از اون نقطه‌ای که هست به نقطه ریترن تو هوم برسه رو به شما نمایش میده. مثلا 100 متر از شما دوره و 200 متر ارتفاع داره. تخمین میزنه میگه حدوداً 30 ثانیه طول میکشه تا این دستگاه پیش شما برگرده و این عدد رو اینجا به شما نمایش میده. عدد بعد until forced landing هست، زمانی که شما دستگاهتون شارژ باتریتون به عددی برسه، به درصدی برسه که دیگه از دستگاه شما تبعیت نمیکنه، همون کریتیکال وارنینگش هستش، یعنی در اون درصد باتری دستگاه درجا میشینه دیگه بهش دستوری عمل نمیکنه. تایم اون رو به شما نمایش میده و در قسمت آخر میزان پرواز یا تایم پروازی نرم افزار به طور سیف رو به شما نمایش میده. در حال حاضر هم میبینید در کنارش 2020 رو، یعنی 20 دقیقه 20 ثانیه رو دارید میبینید. آیکون بعدی که به صورت یک آنتن هستش، کنارش هم RC نوشته، به معنای ارتباط رادیویی بین رادیو کنترل و ایرکرافت شما هستش. در حال حاضر RC سیگنال یا ریموت کنترل سیگنال شما استرانگ هست، یعنی بسیار مستحکم هست. خب دلیلش هم معلومه دیگه، فاصلهش کلا 20 سانت هم نیستش. بخش بعدی بخش ادوانس هستش. با زدن اون وارد صفحه EXP میشیم. بازم اینجا 3 تا مود مختلف رو داریم، یعنی شما EXP رو در مود سینما، نورمال و اسپورت میتونید تنظیم کنید در این 3 بخشی که اینجا داره نمایش میده. خب چیزی که اینجا مشاهده میکنید، شما میتونید میزان نرمی رفتار استیکاتون رو، یعنی اگر استیک زدید دستگاهتون با چه نرمی این دستور رو انجام بدن اینجا تنظیم کنید. اولین نمودار تراتل آپ و داون، دومی رادر رایت و لفت، سومی فوروارد و بکوارد و رایت و لفت هستش. هر چی به عدد 1/10 نزدیک بشه نرمتر خواهد بود و هر چی به عدد 9/10 نزدیک بشه تیزتر خواهد بود. در این حالت میگه با کوچکترین تکون بیشترین واکنش رو دستگاه داشته باشه. در انتها هم با گزینه ریست شما میتونید تنظیمات رو به حالت اولیه برگردونید. قسمت بعد فلایت توتوریال هستش
در اینجا خب پری فلایت چک میگه که برای بیگینر مود ناکن نمیشه بیگینر فلایت توتوریال. در اینجا شما یک سری تنظیمات داره، اگر استارت رو بزنید میره رو حالت بیگینر مود. من اسکیپ رو میزنم، میگه ناکن go to setting control to view the tutorial again later. اینم میزنم، کانفirm رو میزنم. بله الان رفت رو اون حالت. مجدد میزنم. بخش اول که نحوه قرارگیری بلید هاست رو توضیح میده. بخش بعد بحث رادیو کنترل و استارت توتوریال. در اینجا خب تنظیمات مربوط به هر بخش رو نکس میدیم. میگه اینجا فلایت اینفورمیشن، اینجا وضعیت رادارها رو داریم. یعنی دقیقاً داره مرحله به مرحله نحوه کار کردن رو توضیح میده. اینجا تنظیمات مربوط به اینجا رو دارید میبینید، نو جی پی اس و اینا. اوکی. بله اینجا داره این تنظیمات رو نشون میده. کلا داره صفر تا زد توضیح میده دیگه. در حال حاضر چون جی پی اس ما کار نمیکنه، ماهواره کافی نداره، ما unable to take off هستیم و مشکلی نداره. مجدد میریم از این بخش فلایت توتوریال، میگه in progress repair. مجدد میزنیم و میگیم بی خیال این مود شو. با زدن گزینه زبدر بالا نمی‌کنه باشه 2 از 4 سیفتی چک، با زدن این گزینه شما از این مود خارج میشید. ببینید دوباره استارت پری فلایت چک رو واسه ما آورد برای بیگینر مود، برای دوستانی که تازه کار هستن و میتونن از اینجا این تنظیمات رو انجام بدن تا پرواز سیفی رو داشته باشن. مرحله مرحله بهشون آموزش میده و میتونن پروازشون رو استارت بزنن. در قسمت بعد هم ریپیر تو ایرکرافت رو داریم، به همون لینکینگ. احتمال داره به هر دلیلی یا به رادیو کنترلتون آسیب وارد بشه یا به ایرکرافتتون و شما تصمیم بگیرید که از یک رادیو کنترل دیگه برای دستگاهتون و یا با همین رادیو کنترل از یک پرنده دیگه استفاده کنید. برای این کار ارتباط رادیویی بین رادیو کنترل و ایرکرافت جدید یا بالعکس باید مجدد برقرار بشه. یعنی باید این دو قطعه همدیگر رو مجدد بشناسن و از این بخش با زدن این گزینه شما این دوتا رو به همدیگه لینک میکنید. نحوه لینک کردنش به این صورت هستش که یک سوراخی روی ایرکرافت وجود داره، اون رو با یک سوزنی با یک چیز تیزی میزنید، دستگاه شما میره به حالت سرچ، این رو همینجا میزنید و بعد از اون رادیو کنترل شما اگر دستگاهی در این نزدیکی باشه رو به عنوان دستگاهی که بهش میخواد لینک بشه انتخاب میکنه. در حال حاضر چون رادیو کنترل و ایرکرافت ما به هم لینک هستن، این گزینه خب گزینه صحیح نبود و با زدن اون بیپینگش داشت به ما آلارم میداد که داره چیکار میکنه.